سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزراء با هیئت عالی رتبه و رهبری وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان. آمادگی سرمایه‌گذاران هندی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان و 12 کشته در نتیجه حمله افراد مسلح در یک معدن در ایالت پالتو در نیجریه. امروز پنجشنبه 27 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزراء با هیئت عالی رتبه و رهبری بیکیک صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان دیدار کرد. در این دیدار وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان هدف سفر خود را فعالسازی روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور عنوان کرده و گفته است که سرمایه‌گذاران قرقیزستان خواهان تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند. هیئت قرقیزستانی همچنان از ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان اطمینان داده و افزوده است که کشورشان آماده است در بخش‌های حکومتداری الکترونیکی، چاپ اسناد با ارزش، ایجاد روابط بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی با امارت اسلامی همکاری کند. همچنان در این دیدار معاون اداری رئیس وزراء گفته است که امارت اسلامی آماده هر گونه همکاری با قرقیزستان میباشد. الکترونیکی سازی ادارات و ایجاد کانال‌های بانکی میان دو کشور را ضروری دانسته است. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه در جریان سفرش به هند با مسئولان کارخانه‌های ادویه سازی، شرکت‌های صادرکننده و اتحادیه‌های طب سنتی این کشور دیدار کرده است. وزارت صحت عامه میگوید که در این دیدار پیرامون واردات ادویه معیاری به افغانستان، توجه ویژه به قیمت و کیفیت، سرمایه‌گذاری در افغانستان و شماری از موضوعات دیگر گفتگو شده است. آقای جلالی در این دیدار سرمایه‌گذاران هندی را تشویق کرده تا در بخش تولید ادویه در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کند. در همین حال سرمایه‌گذاران هندی به وزارت صحت عامه از آمادگی خود برای سرمایه‌گذاری در افغانستان و ارائه هر نوع همکاری در زمینه طبی اطمینان دادند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که در هفته جاری برای 3103 خانواده بیجا شده، برگشت کننده، معلول، نیازمند، جامعه میزبان و آسیب دیده از رویدادهای طبیعی در 7 ولایت کشور کمک‌های نقدی، خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. این وزارت افزوده که این کمک‌ها برای خانواده‌های مذکوره در ولایت‌های کابل، تخار، ننگرهار، ارزگان، میدان وردک، فرا و لغمان توزیع شده است. و در اخیر در نتیجه حمله افراد مسلح به یک معدن در روستای اوتوسیوی ایالت پالتو در نیجریه دست کم 12 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این حمله 3 تن ربوده شده و 5 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقام‌های پلیس این کشور گفتند که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.